سلام، خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که دارین این ویدیو رو میبینین. من شریفم و داریم ادامه میدیم حل کردن سوالات لید کد رو. من این ویدیو رو یه ساعت پیش ریکورد کردم، منتها کیفیت صدا واقعا بد بود و اگه میبینید که این حل شده است به این علته که من دارم دوباره ریکورد میکنم، چون از سوالش خوشم اومد. به نظرم سوال باحالی بود، با اینکه ایزی بود من دوستش داشتم. خب بریم ما هم حلش کنیم. این سوالم با سی شارپ حل میکنیم. حالا فکر کنم سوال بعدی دوباره برگردیم رو جاوا اسکریپت. نمیدونم، قانون خاصی ندارم براش، حالا جابجا میکنیم. حتی شاید به زبانهای دیگه هم حل کردیم، چون میخوایم حالا همه رو پوشش بدیم دیگه. اگر امکان داره من از زبانهای دیگه استفاده کنم، تسلطم کمتر باشه و راه سخت‌تری رو برم برای حل کردن مسائل. ولی به هر حال عنوان سوال هست minimum number of chairs in a waiting room. حداقل تعداد صندلی‌ها توی یک اتاق انتظار. میگه که به شما یک استرینگ اس داده میشه، شبیه سازی کنید وقایع رو در هر ثانیه‌ای به اسم آی. حالا اینجا ثانیه در اصل همون ایندکس داخل استرینگ، انگار که هر لحظه در اصل یک ایندکس داخل استرینگ باشه. که به چه صورته؟ به این صورته که اگر اون هر ایندکس داخل استرینگ برابر با کاراکتر ای باشه، یک نفر وارد اتاق انتظار میشه و یه صندلی رو اشغال میکنه. اگر برابر با کاراکتر ال باشه، یه نفر از اتاق خارج میشه و یک صندلی رو آزاد میکنه. میگه حداقل تعداد صندلی‌هایی رو بدید که کافی باشه برای اون تعداد افرادی که در اتاق هستن در یک لحظه و در ابتدا هم خالی هست حداقل تعداد صندلی‌ها. مثال یکش رو ببینیم. گفته که اس الان اینجا 7 تا ایه، آوتپوتمون هم 7 قاعدتا، چون 7 نفر دارن وارد میشن باید 7 تا جا داشته باشیم براشون. و حالا مثلا مثال دومش ELELEEL که آوتپوتش شده 2. به این صورتی که میبینید یه نفر وارد میشه، یه صندلی میگیره، یه نفر خارج میشه، یه صندلی آزاد میشه، کسی نیست، دوباره یه نفر وارد میشه، یه صندلی هست، دوباره یه نفر میره، دوباره 2 نفر میان. این حالا محاسباتیه که انجام میده. هر لحظه داخل استرینگ، هر ایندکس داخل استرینگ داره یه اتفاقی رخ میده. یا یه نفر داره میاد و یه صندلی اشغال میشه، یا یه نفر داره میره و یه صندلی آزاد میشه. حالا اگزمپل 3 هم به همین صورت. محدودیت ها به این صورته که طول ورودی فانکشن ما یا طول اس بین 1 تا خود 50 خود 1 تا خود 50 در است و حتما فقط کاراکتر ای و ال بزرگ داخلش خواهد بود و حتما ولید خواهد بود، یعنی یه توالی ولید از ورودی ها و خروجی های مردم خواهد بود. در کل یعنی ایرور هندلینگی برای ورودی فانکشن نیاز نیست، حتما درسته ورودی فانکشن. حالا کد خودمون به کنار، ولی ورودی فانکشن هیچ مشکلی نخواهد داشت. توی قسمت اول، توی هینت اول گفته که از چپ به راست پیمایش کنید روی استرینگ و تعداد کسایی که در اتاق هستن رو داشته باشید. به ازای هر ای یه دونه اضافه کنید، به ازای هر ال یه دونه کم کنید. و هینت دومش گفته که جواب حد اکثر کساییه که داخل اتاق هستن در یک لحظه، در هر لحظه در است. به نظر منطقی میاد. ببینید ما اگه بخوایم حد اقل تعداد صندلی‌ها رو در بیاریم، قاعدتاً باید حد اکثر تعداد کسایی که در یک لحظه در اتاق هستن رو داشته باشیم دیگه. من فکر میکنم این خیلی منطقی خوبه. خب بریم با هم حلش کنیم. ما اول قرار شد یه تعداد از افراد رو داشته باشیم، به این صورت که بگیم number of people
زیرو، یعنی از صفر شروع میشه تعداد کسایی که داخل اتاق. و حالا پیمایش میکنیم روی اون استرینگ ورودی فانکشن به این صورت که از صفر شروع بشه و تا وقتی که از طول استرینگ کوتاه‌تر بشه ادامه پیدا کنه و در هر ایتریشن هم یه دونه زیاد بشه. حالا برای محاسباتمون ما خیلی ساده میایم میگیم که آیا اول اجازه بدید راستش من این حرفی که داخل این داخل هر ایتریشن بهش میرسیم و یه جا نگه دارم داخل یه متغیر که کارمون راحت تر باشه، هی با ایندکس نخواهیم درش بیاریم. در اصل حرف ما میشه اس آی و حالا الان خیالمون راحت تره. حالا میگیم که اگه لتر مساوی ای هست یه چیزی و در غیر این صورت، چون ما میدونیم که ولید خواهد حتما دیگه، در غیر این صورت یه کار دیگه باید بکنیم. حالا اینجا کاری که باید بکنیم چیه؟ number of people رو یه دونه زیاد کنیم و اینجا کاری که باید بکنیم اینه که number of people رو یه دونه کم کنیم. این عادت این که من کنترل شیفت آی رو میزنم باعث این میشه. خب این از این. حالا مشکلی که بهش میخوریم چیه؟ مشکل اینجاست که ما الان نیاز داریم که بدونیم بیشترین کدومه. ما داریم دائم این متغیر رو تغییر میدیم، نمیدونیم در هر لحظه کدومه. من فکر میکنم که میتونیم عین سوال قبلی با یک دیکشنری این موضوع رو حل بکنیم. یک اسنپ شات داشته باشیم به ازای هر لحظه و توی اون اسنپ شات ما هر لحظه رو در نظر بگیریم که در این ثانیه اینقدر آدم داخل اتاقه. الان این درست در میاد دیگه، یعنی کلیدش ثانیه است، ولیوش تعداد آدم‌های داخل اتاقه. ما آخر این لوپ فقط کافیه که به اسنپ شات بگیم که در این ثانیه اینقدر آدم اینجا بود. الان میدونیم در هر ثانیه چقدر آدم بوده که بتونیم بیشترینش رو پیدا کنیم. بیشترینش هم میتونیم راحت بعد از فور لوپمون با این طریق در سی شارپ به دست بیاریم، به این صورت که بگیم مکس بای کن بین اسنپ شات ها با منطق این که ولیوش مکس باشه و این حالا خودش در اصل یه دونه کی ولیو پر میده، یه دونه از این آیتم های داخل دیکشنری رو میده، پس ما ولیوش رو میخوایم. خب چک کنیم. خیلی هم عالی، جواب ما درست بود. ران تایم 55 میلی ثانیه. من حالا مجدد سابمیتش میکنم که بریم با هم ببینیم. خب ما تو ران تایم خیلی خوب نیستیم، تو مموری هم خیلی خوب نیستیم. البته فکر کنم این سوال جدیدی باشه و حالا ببینید، اگه ببینید من دقیقاً یه ساعت پیشم اینو حل کردم. سابمیشنم دقیقاً همینه، به همین شیوه حلش کردم. بریم بهترین جوابا رو هم ببینیم، حالا ببینیم به چه صورت حل شده. مثلا تو همین سی شارپ خب خیلی آپوت ندارن، همه خیلی فرق نداره. الان یه دونه آپوت داره، خیلی زیاد به حساب نمیاد. ما همینجوری 2-3 تا رو میبینیم. پس اینجا اومده خب با همون رفته از اس اینو در آورده. این نامگذاری ها خیلی بده، سعی کنید جوری نامگذاری نکنید. حتی همین اس هم خیلی بده. حالا الان تو جاواست، تو سی شارپ بازم همون اسما رو گذاشته، با واقعا مناسب نیست. اما حالا به هر حال اومده سی رو به علاوه 1 کرده. اگر ای باشه در اصل روی هر کاراکتر لوپ زده. حالا ما میتونستیم این کارم بکنیم و اینم منهای 1 کرده اگر ای نباشه. بعد اومده مینیموم رو
ماکسیموم بین خود مینیموم و تعداد فعلی در نظر گرفته. بازم همون میشه، یعنی اومده هر وقت این بیشتر از این شده اومده مینیموم رو مساوی اون قرار داده. این هم جواب خوبیه و به نظر میاد حالا ران تایمش هم بهتره، 100% با جاوا بهتره. ما اینو تست کنیم با هم ببینیم چه جوری میشه. این از این پیست، چه کپی نشد، یه بار دیگه. خب این از این ران. آها ببخشید من C++ رو کپی کردم، یه بار دیگه. خب ران، ولی این نامگذاری ها اصلا خوب نیست. حالا قطعا این هم نیست که نظر من باشه، هر آدم حرفه‌ای هم به شما میگه که این نامگذاری ها خوب نیست، اما الان اینجا مهم نیست نامگذاری. ولی خب آدم هر جا میتونه نامگذاری بهتری بکنه خیلی بهتره. اینا خب جوابش که درسته. حالا ما ثابت میکنیم ببینیم توی C# چجوریه در مقایسه با بقیه جوابا. خب خیلی بهتره. تو مموری خیلی بهتر نیست ولی تو ران تایم خیلی بهتره. اوکی، اینم از این. حالا با همه کیسا هم درسته. پس اینم حالا متوجه شدیم دیگه، میاد مینیمم رو 0 قرار میده، تعداد فعلی رو هم 0 قرار میده. تعداد فعلی رو محاسبه میکنه، مینیمم رو دائم مقایسه میکنه با تعداد فعلی برای اینکه ببینه کدوم بیشتره. اگر تعداد فعلی بیشتر از مینیمم، مینیمم رو مساوی تعداد فعلی قرار میده، یعنی ماکسیموم تعداد فعلی برابر خواهد بود با مینیمم. اینم خیلی راه حل خوبیه، من از اینم خیلی خوشم اومد. خب مرسی که با من بودین، مرسی که این ویدیو رو دیدین، خیلی گلین. خدا نگهدار.